دوستان مهربان، ما فعلا به سرکی هستیم یا میتونیم بگیم به جاده هستیم که از تانگ مولایی شروع میشه تا دم ترمینال ولایت هرات. کار بازسازی یک بر سرک میتونیم بگیم کاملا به اتمام رسیده و فعلا انجینر صاحبا و همچنین عزیزای ما طرف او دست کار یعنی شروع کردن حد خلاف رفت آمد وسایل نقلیه کاملا بند کردن برای مردم به خاطر کار بازسازی و انشالله که قسمی که این کانال به زودترین فرصت یعنی به استانداردهای معیاری و کار خیلی عالی به پایان رسید. انشالله او سرک هم به پایان برسه تا مردم راه رفت آمد اینا انشالله خوب بشه و یکی از دلایل اصلی ساختار همین سرکی بود که خیلی یک حادثه های بعدی به اینجا رخ میداد به خاطر که خیلی سرک آسیب دیده بود و میریم با انجینر صاحبا پرسان میکنیم که انشالله او سرک هم یا او جاده هم چه مدت زمان دیگه کار بازسازی باقی مونده و تا چند روز دیگه کار به اتمام میرسه تا یعنی راه بروی مردم عزیز ما بروی مردم نازنین ما باز میشه تا میتونن از این سرک هم استفاده کنن. در کنار اجگاکای قند هستیم و اونا هم در کار بازسازی از این سرک سهیم هم و میخوایم نام مبارک اینا رو بشنویم. سلام اجگاکا جان، میشه نام خود بگید؟ و علیکم السلام. بله چرا نمیشه؟ اسم مصطفی ای یک تن از باشنده شهر را. تشکر سیفی و بزرگوار. بگین که چی مدت میشه کار از این سرک آغاز شده و تا چند روز دیگه انشالله به پایان میرسه؟ دیگه ایتونه که کار اگر همون وسیله عدل به ما برسه کیر و هفته انشالله خلاص میکنه. یعنی امروز چند شنبه امروز نه تا شنبه دیگه بخیر خلاص میشه انشالله. خب شما مصرف چی کار هستین بدی سرک؟ من میگلی دارم انشالله. فعلا تعطیل کردین کارو بخاطر نه واسطه یک موتوربار از اونجا بیاره بندازه دیگه با شروع میکنه. خب یعنی ریگ که ریختن بعدن شما بله باز کار ما شروع میشه. بله او سرک هم که ساخته شده توسط همین شرکت بده یا بله توسط همین شرکت بده. شما خبر دارین که او سرک به چند روز ساختن؟ بله خود با همون سرک زیرسازی هم فقط اسپورت دیگه تیم دیگه ما کرد زیرسازی رو کلا میکردم. در کل از روزی که شروع کردیم تا روزی که به پایان رسید چند روز شده جیسه؟ 8 روز. یعنی اون سرک مکمل شما به 8 روز؟ اجگاکا جان آیا به وقت جمهوریت هم همین سرعت کار بود یا خیر؟ سرعت کار که با ما این رژیم فرق نمیکنه. منتها بونگیری خیلی بود به زور رژیم. حال بونگیری نیه دیگه. حالا هم کار که میکنیم میای تست خور میگیره کسی رشوت نمیده. جلو که بود مگر میدادیم چیزی که قبول میکردم تست. آها بونگیری اجگاکا جان بیشتر آیا مثلا کار شما قانونی انجام نمیشد که اونا بونگیری میکردن یا نه یا اونا هم چیزی از شما میخواستن در کار؟ از اون تست که ما قرارداد داریم بدون بیشتر ما میکوبیم. یعنی از چیزی که میار کارمانه ما بیشتر سعی کوشش ما بیشتر و بیشتر میشه. در کل اجگاکا جان چند بار باید گلیدر بشه؟ چند بار باید روی از این سرک مثلا شما کار بکنید؟ 18 دفعه تا 20 دفعه مگر می گلیدر همین اتق بدار شری کو بعد از غلطا که میندازین که بکوبه. به بار 19 هم دیگه باز اسپورت. بله بار 19. تشکر اجگاکا جان قند. اگر کدام گفتنی به پیام داشته باشید. یار خوشحال باشیم زنده باشیم. جور تیار باشید. دوستان مهربان انشالله که کار از این پروژه هم به زودی به اتمام میرسه و میریم صحبت‌های خواهیم داشت با انجینر صاحب محترم. سلام انجینر صاحب. سلام علیکم. خوبین؟ حال شما خوبه؟ خوش آمدین که از ما دیدن میکنین. زنده باشیم مونده نباشیم در قدم. سلامت باشین. شما مونده نباشین. سلامت باشیم. اسم شریف شما؟ اسم من علی موفق قتالیه. این پروژه منیجر پروژه های شرکت ساختمانی هرات قربان به حساب در هرات و فعلا مسئولیت پروژه تانک مولایی برای من سپرده، یعنی مدیر پروژه منم. آقای قتالی عزیز، خب چه خوبه که بیشتر معلومات بدین در رابطه با این پروژه که انشالله کار پروژه تا چه اندازه پیش رفته و تا چند روز دیگه به اتمام میرسه و آیا کدام کار دیگه هم روی دست داریم یا خیر؟
کار پروژه در حدوداً این پروژه دو لین میشه، یعنی دو بخش میشه. یک بخش مربوط نهی پنجم میشه و یک بخش دیگه مربوط نهی هشتم شاروالی میشه. یک بخش از این به اتمام رسیده که به حساب تنها روکش بود، یک لیر دیگه از آسفالت مانده، یک لیر آسفالت انداخته شده. ما دو لیر داریم، بندر و ویرینگ کورس. بندر انداخته شده، ویرینگ مانده و این فاز بعدی از این یا الایمنت بعدی از این به حساب این باز متفاوت از اینه. این زیرسازی هم داره، تنها روکش نیست، زیرسازی هم داره. حدوداً کار از این 40% پیش رفته دیگه. انشالله تا آخر هفته کوشش میکنیم زیرسازی ها از این تمام بشه و هفته نو با آسفالت آماده شه. انجینر صاحب محترم، چرا او بر سرک شما گفتین تقریبا یعنی کار از این بر سرک بیشتر از این بر، دلیلی چیه؟ آیا موتورهای کلان از این بر سرک عبور میکنن؟ خب از این بر هم عبور میکنن، چرا او بر مثلا کار کمتر باید بشه به ویزی بر کار بیشتر؟ در کل همین دو لینر که ما و شما میبینیم جز شاهراه میشه، یعنی سرکای درجه یک میشه و لودی هم که به این سرک‌ها عبور مرور میکنه اونا تا شاههای 1.5 متری تاثیر میکنه. ما در به حساب داخل شهرها موتورهای برای ترک و برای به حساب سنگل دیزاین داریم، ولی این سرک‌ها که میشه اینا جزء شاهراهه، برای از اینا باز از سنگل و ترک بالاتر دیزاین داریم، تاندوم و دبل اکسیال به حساب دیزاین داریم. او هم عین همین سرکه، ولی به خاطری که اینا رو جزء روکش داده بودن، اینا رو قرار نبود که به حساب ما بکنیم زیرسازی کنیم، قرار بود داغ تپه از اینا رو ما بگیریم. بعد به حساب مدیریت شرکت امرای شارولی نظراتی که دیشتن گفتم روکش جواب نمیده چونی شاهراه، هم داغ تپه جواب نمیده چونی شاهراه، قرار شد ما آسفالت جمع کنیم و به اون قسمت تستای سی بی آر که ما از خود خاک نوعیت خاک دیشتیم اونا برای ما مقایمت نشان داده که یعنی برای لودای زیادم مواد زیرسازی از این کار میکنه و تنها شاروال صاحب هم 2 لیر آسفالت به اونجا به حساب اونا هدایت دادن و نظر دیدن، ما هم طبق هدایت از اونا کار کردیم. این بخش که بود باز ما نظر دادیم که به حساب یک لایه بسی هم بندازیم، به خاطر که موتورایی که از ایران میایه بیشتر به حساب اونا پر میایه به طرف ترمینال میره یا به طرف گمرک میره. اون لین که هسته حدوداً 60% خلیه، 40% دیگه پر بار داره موتورا، این طرف 100% موتورا بار داره. با همون خاطری به حساب نظر دیدن که یک لیر بیسن به اضافه کنم و 2 لیر آسفالت که انشالله بشه یک چند روزی پروژه کار بکنه. سلامت باشیم آقای قطری، میشه در رابطه به پروژه های دیگه که به ولایت هرات روی دست برای ما معلومات بدیم؟ آیا شرکت شما دیگه پروژه هم روی دست داره؟ بله، از جمله پروژه به حساب نمبر 1 دارین از شفاخانه نور تا به پل کاربار که فعلا آسفالت از او هم انداخته شده، کار از او دیدن 95% تکمیل شده، 5% دیگه هم یک لیر دیگه آسفالت مونده و 2 فاز بعدی از این که الایمنت دست شرق و غرب سرک میشه، کندنکری های حدودا 95% تکمیل شده و کار از او به خاطر لوله آبرسانی که به مسیر الایمنت آماده که آب شرم و شمار تمویل میکنه، به همون خاطر به حساب کاری و کمی به حساب کنتر پیش میره و خیلی شدت نداره کار از او. انشالله با جمع نمودن همون لوله آبرسانی و دوباره انتقال به یک مکان صحیح، کار الایمنت دست غرب و شرق ما به جریان به حساب به خیلی سرعت زیاد پیش میره دیگه. و هم انشالله تا به فصل سرما تمام نشده و هم تمام میشه انشالله. تشکر جناب انجینر صاحب، اگر گفتنی یا پیامی هم داشته باشیم ما به خدمت. سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر از اینکه شما هم به حساب از ما قدم رنج نمودیم، خبر گرفتیم. خیر بینیم. تشکر. زنده باشین.